اذیت میکنی، اصلا بیرونم نمیبرم تا. برو بشین سر جا. اشتباه. اتفاقا الان وقتش ابراز وجود به بچه‌ت یاد بدی تا با اعتماد به نفس بشه. ازش احساس الانش رو بپرس تا محترمانه بگی. مامان جون چه احساسی داری مامان؟ چرا انقدر همش بیقراری میکنی؟ مامان آخه من حوصله‌ام سر رفته. خب به نظر چی کار کنیم که حالتو خوب بشه؟ دوست دارم برم پارک. بری پارک؟ خب باشه یه ذره به من فرصت بده کارامو بکنم بریم باشه؟ اینا همه مال منه. همه اینو مال مامان، من هرچی دارم مال تو دنیای منی، من بدون تو که مردم. اشتباه اینجوری داری وابسته وارش میاری، نه با اعتماد به نفس. ببین مامان اینا اندازه منه، مال منه، ولی تو هم همه وسایل خودتو داری، یا عالمه لباسای خوشگل داری. خیلی خوب کشیدی، آفرین، عالی شد. اشتباه دوباره اشتباه گفتم. فقط تعریف علکی نکن، نقطه قوتش رو پیدا کنه بهش نشون بده، اینجوری با اعتماد به نفس کن. الان درست. گندم مامان اینا چیه کشیدی؟ میشه توضیح بدی راجع به نقاشی؟ این خانم مامان حالا تو برو اتاقتو تمیز کن تا جایزه بهت یه بستنی بدم. بازم اشتباه. به جاش مسئولیت پذیر بودن یادش بده، اینجوری فرزندت با اعتماد به نفس میشه. مامان جون تو برو اتاق خودتو تمیز کن، منم اتاق خودمو تمیز کنم، هر کی اتاق خودشو تمیز کنه باشه.